салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси 23 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Аз касоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд маъзарат мехоҳем ки як чанд рӯз набудем ва сабаби набудан ҳам дар машғул буданмон буд, ба як чанд кор машғул будем. Яке аз ин корҳо таъмири хона буд. хуб, имрӯз дар хизмати шумо ҳастем. тибқи одатҳомон имрӯз ҳам ду муколама мегирем, ду conversation 5, conversation 6, муколамаи панҷум ва шашум. خب مکالمه پنجم I am hungry. من گرسنه هستم. خب این مکالمه در بین سارا و یوسف است. سارا و یوسف. Hello یوسف. How are you? سلام یوسف، چه حال داری؟ Hello سارا. I am fine. من خوب هستم. سلام سارا، من خوب هستم. How are you doing? تو چه حال داری؟ I'm okay. من خوب هستم. یوسف میگه What do you want to do? تو چی کار کردن میخواهی؟ چی کار رو انجام دادن میخواهی؟ یعنی چی نیت داری؟ چی کار کردنی هستی؟ سارا میگه I'm hungry. I would like to eat something. یعنی من گرسنه هستم و میخوام چیزی تناول کنم، چیزی بخورم. یوسف میگه Where do you want to go? به کجا رفتن میخواهی؟ سارا میگوید I would like to go to an Italian restaurant. من میخوام که به طربخانه ایتالیایی روم. و یوسف میگوید که What kind of Italian food do you like? تو چی نمود طعام ایتالیایی رو دوست میداری؟ و سارا باشد میگه I like spaghetti. من اسپاگتی رو دوست میدارم. یک نمود طعام ایتالیایی بوده است. Do you like spaghetti? تو اسپاگتی رو دوست میداری؟ یوسف میگه No, I don't. But I like pizza. نه، من دوست نمیدارم، اما من پیتزا رو دوست میدارم. خب این بود مکالمه پنجم. خب میگذاریم به مکالمه ششم. در مکالمه ششم عنوانش این است که Do you want something to drink? 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 آیا چیز نوشیدن میخواهی؟ آیا چیز نوشیدن میخواهی؟ این مکالمه در بین مصطفی و سلمى است. مصطفی و سلمى. مصطفی میگه Salma, would you like something to eat? Would you like something to eat? Salma, would you like something to eat? آیا چیز خوردن میخواهی؟ سلمى میگه که No, I'm full. No, I'm full. یعنی نه، من سیر هستم. Full یعنی پر میشود، اما در اینجا به معنای سیر هست. مصطفی میگه که Do you want something to drink? Do you want something to drink? Do you want something to drink? آیا چیز نوشیدن میخواهی؟ آیا چیز نوشیدن میخواهی؟ سلمى در جواب میگه Yes, I would like some coffee. I would like some coffee. میگه بله، من کمی قهوه نوشیدن میخوام. بله، من کمی قهوه نوشیدن میخوام. مصطفی میگه که Sorry, I don't have any coffee. معذرت میخواهم، ما کافه نداریم. من قهوه ندارم. خب سلمى میگه که That's okay. یعنی هیچ گپ ندارد. به قولی تاجیکیمون هیچ گپ ندارد، اما That is okay یعنی خوب است. یعنی حالت خوب است. باکی ندارد. I will have a glass of water. I will have a glass of water. یعنی من یک استکان آب نوشیدن میخوام. و مصطفی میگه
A small glass or a big one? A small glass or a big one? میگه استکانی خرد یعنی معده یا که استکانی کلان. و سلمان میگه که small place یعنی لطفاً خرد یعنی خواهش میکنیم استکانی معده باشه خوب است. مصطفی میگه here you go میشود بفرمایید. یعنی وقتی که یک نفر از ما یک چیز میپرسه میگم که بفرمایید. مرحمت در تاجیکی یعنی مرحمت بفرمایید. یعنی مثلا یک نفر از ما یک قلم میپرسد میگیم که مرحمت بفرمایید. خب سلما در جواب میگه thanks تشکر. خب و مصطفی در جواب میگه که you're welcome یعنی نمیارزد یا خواهش میکنی. این بود دو مکالمه امروز، مکالمه پنجم و ششم. خب یگان سوال پیشنهادا باشه، یگان جور اگر نفهمیده باشین میتوانید در زیر این نوار نویسین. خب این است مکالمه پنجم. نفران اگر نوشتنی باشن میتوانن ویدیو رو باز دارن یا سکرین شات کنن. این مکالمه پنجم. یک چند ثانیه بعد میرویم به مکالمه ششم. خب اینش باشد مکالمه ششم. این رو نیز نوشته گیرین. کوشش کنین این مکالمه ها رو تمرین کنین، یعنی در حیات روزمره‌تان تمرین کنین. تمرین یعنی چی؟ یعنی که در اینجا مثلا مصطفی و سلمى است، شما یک نفر دیگه رو بیابید و همراه اون تمرین کنید اینها رو گپ زنید. یعنی وای بگید که سلمى will you like something to eat؟ شما جواب بدید که no I am full. باز وای بپرسه که do you want something to drink؟ باز شما جواب بدید yes I would like some coffee و مثل همین. اینها رو حتما تمرین کردن. اگر تمرین نکنید یکم فایده نداره. بنابراین تمرین ها رو از دست ندین. خب تا درس‌های نوبتی، خدا نگهدار. See you next class. Goodbye.